این تو بازی و بعد ماشین همه رو داریم دیگه، تک به تک میایم بازی ها رو. خب دستم افتاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. میگم زاویه دوربین رو درست کنم، من اینطوری نمیتونم. خب بریم. یکم صداش خراش داره، حالا واسه شروع بازی رو حداقل کم کنم که صدای خودم به خوبی بیام. خب بچه‌ها شات بودیم صاف خیلی عالی است و من الان تلفن گذاشتم رو آخر چون اینطوری خیلی بیشتر حال میده، رانندگی باید خوب باشه. بله جریمه هم شدیم بچه‌ها. کرمان، مشهد، رشت، همه جا ایران رو داره دیگه. الان ما داخل تهرانیم، داخل تهران، ولی مقبره کوروش نزدیکای بام تهرانه. خیلی باله، حتما اسمش اسپورت سوار 3، حتما دانلودش کنید و هر سری یه ماشین رو تست میگیریم. مثلا الان 207 برداشتیم، بریم دور میزنیم واستا یک مراحل دیگه. آنلاین هم هست، فقط بشه این تیکا خیلی برای اینا تیکه رو بخوام بیام بالا سخت. موتور برقرار، تازه من موتورش عوض کردم، توربو انداختم، تیو 5 هم بهش میخوره. اینو بریم بالا، مثل مقبره کوروش. بعد میریم چند تا بار میبریم و آره بس. اینجا یکم سرعت میاد پایین چون سر بالای ماشین نمیکشه. اینجا دیگه گازو میگیریم. اول میریم مقبره کوروش و بام تهران، بعد میریم رشت و میایم چند تا بار میبریم و تمام. این ویدیو خیلی ویدیو چیزیه، شاید بازیت نخوره زیاد. خب اینجا مقبره کوروش. اینجا مقبره کوروشه و بزنیم پیادهش. این ماشین داره میره واسه خودش. من فکر کنم بشه تهیه اجازه بزنید پرواز بزنید تا اونجا. نه نمیشه، ولی بالاش میشه رفت. نه آیم سوپرمن. خب حالا همین رو میپریم که ماشین داره میره دیگه. واقعا بعد بودیم یکم سریعتر. بعد اینجا میریم بام و رشت و چند تا بار برمیگردیم تا هم تهران میزنیم. خلاصه بازی خیلی جالبیه. چند نفر هم هست، ماشین رو روشن کنیم. خدا رو شکر برای این ویدیو بنزین هم داریم. خب همین رو گاز بزنیم بریم. هر چیزی گرد میمارم نه حال کن. شاید این ویدیو خیلی ویدیو قشنگی نباشه چون بدون ایده اومدم و این اول ویدیو ایده. از به بقیه ایده خیلی جذاب تری داشته باشیم. اگر این بره بالا خیلی جذاب تر میشه. برو دیگه. خب حالا اینجا گازو میگیریم در نیفتیم پایین سلامات. بچه 190 تا رو پر میکنه. زانتی 3200. این 190 خیلی 200 به خاطر اینکه جمع جوره خیلی سرعتش بالاتره. اگر دوست داریم بریم کیک ها و آمیباهای مختلف رو تست کنیم و نظر بدیم، حتما بگیم به کامنت ها. تو درست من هنوز فالووری ندارم ولی به زودی حتما انشالله خدا بخواد. خب اینجا بام تهران، خود برج میلادگور.
اینم خوب بوده. نظرتون چیه همینو بود بریم پایین؟ ماشین بی چخمره. بچه ببخشیم یکم رانندگیم خوبه. قشنگ جلو افتادیم. عالیه. قشنگ جلو افتادیم. گاز بده گاز بده گاز بده. برو 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 برو. بچه این تست رانندگی 207 فعلا اولین ویدیو. تو خاکی ها که خوبه. سر پیچا خوبه. فقط باید زیاد به چرخون برمونا. سر پیچا عالیه. تعادلشو حفظ میکنه. نرمه دیگه. یعنی بخدا نرمیش و گوشم معلوم میشه. و حالت دنده عوض کردن تو 207 خیلی باحاله. میبینی؟ از این قابلیت من خیلی خوشم میاد. حتما ماشین بعدی که بریم تست رانندگیشو بزنیم و تست سرعت و اینا حتما بهم بگین. فعلا 180 تا رو پر کرده. خیلی خوبه. 180 تا رو پر کرده. خب اینجا تست تعادل رو میگیریم. دستی رو میکشیم. میبینیم که تعادلش خیلی عالیه. اینجا اومدیم رشت کامل بهتون نشون ندادم. نه رشت خیلی کوچیکه. اینجا خیابونش همینه دیگه. فقط چپ و راست داره. برای اینکه طولانی ویدیو نشه میریم که سریع یه دونه بارم بزنیم. یه مسافرم سوار کنیم و آره تمام. منزلمون میکشه. آره 100 تا 160 9 ثانیه است. خیلی خوبه. مثلا اینجا سر پیچ نگاه کنه که خوب میره. سر پیچ خیلی عالی میره. الان 190 تا رو پر کرده کامل. یه بیشتر از این هم نمیره. عالیه. نگاه سر پیچ اصلا تعادلش از دست نمیده. ولی اینجور پیچا من اینجا رو خوب رانندگی نشد. به چوخ بریم. بکش دوم کردم ماشینو. ولی نگاه تست تصادف دارم براتون میگیرم. از این بهتر میخواین دیگه. اصلا ماشین آخ نگفته از اون موقع. از این بهتر. اصلا 0 تا 107 ثانیه است. 0 تا 107 ثانیه است. خیلی خوبه. سرعت اینجایی که کم میشه چون سر بالای آره یکم ویدیو داره طولانی میشه. بیایم تست آخر رو بگیریم. تست پرش. چون ویدیو واقعا داره طولانی میشه. دیدین که تست تارش عالی بود. تست دو آب خیلی منطقی. خیلی رانندگی بدی نه. علی رست کردم اینجا. نه حالا باید برم بپیچم. خب دستی رو بکشیم. خب ماشین رو زدیم کسی کردیم. خب دوستان خیلی ممنون که